عرض ادب خدمت مشتریان گرامی و همکاران عزیز. فیلم آموزشی تعویض فوم صندلی پژو 405 و همراه ریل صندلی. برای تعویض فوم صندلی نیاز به آچار تیچل، آچار تیویس، چارسو، سینچین، انبار بسرقه و خود میخ بسرقه نیاز است. به ابتدا صندلی رو باز میکنیم، ریلای صندلی رو باز میکنیم، آبایی بغلشون باز میکنیم. سپس ابر صندلی را اوراق میکنیم. باید پرچای جلو و عقبش رو باز کنیم تا صندلی کامل اوراق بشه. توجه داشته باشید که پرچای جلو و عقب صندلی رو باز میکنیم و ابر صندلی رو در میاریم. در ضمن فنر صندلی رو هم تعویض میکنیم، چون فنرش پوسیده است. درست سالم ولی پوسیده است. ابتدا روکش فابریکی صندلی رو از ابر جدا میکنیم. روکش فابریکی پژو رو ابر از سه طرف پرچ هست. پرچ ها رو باز میکنیم که کامل روکش باز بشه. نگاه کنید ابر پوسیده شده. یک فوم سرد یا ابر سرد میاریم. ابتدا جلوی روکش فابریکی رو پرس میکنیم که قالب روکش رو ابر تمیزتر بشینه. سپس از دو بغل بعد از اینکه جلو رو پرس کردیم دو بغل رو پرس میکنیم. خود روکش فابریکی از سه جهت سیم روکش داره که داخل خود ابرم به همین حالت سیم گذاشتن که روکش فابریکی رو به ابر پرس میکنیم. برای پرس کردن ابر نیاز به انبار بسرقه و میخ بسرقه مخصوص نیاز هست که پرس بشه. بعد از اینکه روکش رو پرس کردیم رو اسشیلت سوار میکنیم. برای اینکه ابر نوعی که انداختیم یا فوم نوعی که انداختیم یه لایه فوم 1 سانت یا 1 سانت و نیمی، برای اینکه قالب صندلی به هم نخوره فوم 1 سانت یا 1 سانت و نیمی میذاریم. بعد فنر رو جا میزنیم. ابتدا عقب فنر رو جا میزنیم و جلوی فنر چون حالت جششی هست راحت تر میشه جاش انداخت. بعد جلوی فنر رو جا میزنیم. بعد روکش رو اسشیلت پرت میکنیم. ابتدا جلو رو پرت میکنیم که قالب صندلی شیک در بیاد. بعد عقبش رو میکشیم و رو فنر پرت میکنیم. بعد از اینکه ابر رو پرت کردیم رو اسشیلت ریلا رو نصب میکنیم. این استاد کار حرفه‌ای میزنی سر 2000 کسی هم میگم سه که داره 5 تا پیچ آلین هستن که با تیچل اون رو پیچه را سفت میکنیم. این فوم سفیدی که زیر ابر صندلی گذاشتیم برای اینکه ابر نو ترک بر نداره این فوم گذاشتیم که ابر صندلی دیرتر خراب بشه.